اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب صحبت هایی شد درباره توحید و اول که گفتیم هیچ علمی بالاتر از علم توحید نیست. خود علم توحید هم به اصطلاح یه معنای اعم داره، یه معنای اخص. وقتی میگیم علم توحید، اون علمی که شما به نظرم توی حوزه درباره موضوع علم خوندید، هر علمی موضوعی داره. موضوع علم اون هستش که علم حول و حوش اون بحث میکنه تا اون آخر حول و حوش اون. مثلا فرض کن شما میگید علم پزشکی، اون راجع به جسمه، از اولش تا آخرش راجع به جسم بود. اخلاق درباره روحه. حالا وقتی میگیم علم توحید، هر علمی که بر محور خود خداست، خب مثل عرفان میشه علم توحید، مثل اصول اعتقادات اون بخش خداشناسیش میشه علم توحید. حالا بقیه بخشش هم از توابع علم توحیده، نبوت و امامت و این هم از توابع علم توحیده دیگه. ولی ما یه توحید داریم بهش میگیم توحید به معنی الاخص. اونی که گفتم توحید به معنی الاعم، این به معنی الاخص. این توحید به معنی الاخص دیگه تو خود علم توحید هم اون قله است. خود علم توحید تو قله است. همین قله هم خودش یه قله‌ای داره و ما الان داریم اون قله رو میخونیم. توحید من الاخص یعنی همین توحید فعلی، توحید صفاتی، توحید ذاتی. این علمیه که به عقیده حضرت امام تمام انبیا بیاناتشون تقسیم بندی بکنیم، سرآمد بیاناتشون علم توحید بوده، توحید من الاخص بوده. سرآمد آیات قرآن درباره همین توحید من الاخص. انگار که همه اصرار دارن که تو بفهم توحید فعلی یعنی چی، توحید صفاتی یعنی چی، توحید ذاتی یعنی چی. این معلوم شه خیلی مهمه، خیلی کاربردیه. خب بعد خدمت رو عرض کردیم که حالا اگر وارد علم توحید داری میشی، هدفت حتما خود خدا باشه دیگه. من از الان یه سری مفاهیم سنگین رو گاهی میگم دیگه، جلوتر که برید به شماها ثابت میشه که خدا ما رو آفریده برای اینکه به سمت خودش حرکت کنیم، حتی نه برای اینکه به سمت بهشت حرکت کنیم. خب بهشت مال از پا افتاده هاست. حالا گرچه این خود برای شما سنگینه، ولی خب حالا آیندگی میشنوید دیگه، چرا از الان. ولی شما اینا رو باید پنهان کنید دیگه. تو سن سال شما این حرفا خود گنده است. تو دوست و رفیق و اینجور چیزا اصلا جایز نیست این مسئله مطرح کن. سکوت کنید. که ما هم تو حوزه بودیم، درس میخوندیم، همون پایه های یک به بالا، یکی دو بار اومدیم یه چیزایی سنگینی بگیم با اون سن کممون، حوزه حالمون رو گرفت. شما مگه میخواید حالتون رو نگن؟ سکوت بکن. پس ما برای بهشت خلق نشدیم. انسان مقامش خیلی بالا. حافظ شعری داره: در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست. تو لسان اهل عرفان یعنی خدا. در ضمیر ما این میل ما، باطن ما، در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس. هر دو عالم را به دشمن ده. هر دو عالم یعنی دنیا و بهشت. هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. ما باید خداخواه باشیم تا حوزه برای ما نتیجه بده. توی حوزه چرا درس میکنیم؟ مثلا فرض بکن که بعداش که هیچی، مثلا من میخوام نماینده مجلس بشم، فرض کن میخوام مجتهد بشم، ببخشید حالا اونا خوباش، فرض کن که میخوام به دیگران برتری خودمو نشون بدم، میخوام از سربازی فرار کنم. نه خوباشم که میگیم، اون خوباشم بده. مثلا تو میگی من میخوام فیلسوف بزرگی بشم،
من میخوام علم توحید رو مثلا با نمره 20 تا اونجا بخونم، همه به من بگن دانشمند، بعد حالا همه به من بگن دانشمند میره جزء بداش. من خوباشو میخوام بگم، مثلا بشم استاد دانشگاه، بشم استاد حوزه، این خوباشم بده. حالا یه خورده بالاتر بره، اگه تو بگی من میخوام برم حوزه برای اینکه آینده دست مردم بگیرم، اینم خوب نیست. چرا؟ چون هدف رو انتخاب کرده دیگه، به عنوان هدف خوب نیست. اگر ابزار برای رسیدن به هدف باشه خوبه، ولی خودش هدف باشه نه، خوب نیست. هدف فقط خدا. اومدی حوزه برای چی؟ برای اینکه من دنبال خدا هستم، میخوام قربه به خدا پیدا بکنم. نماز میخونیم میگیم قربت الله. این اخلاص تو تحصیل علم توحیدم هست. چرا میخوام علم توحید کار کنم؟ چون میخوام به سمت خدا حرکت کنم. این نتیجه میده چون کسب علم توحید الان داریم میخونیم دو جوره. اون شما میخونی دیگه، حفظ میکنی. الان من از شما بپرسم کامل، مثلا شما میگی من کتاب جلسه قبل رو میخوای برات بخونم، عمل از حفظ. اینو بهش میگن توحید علمی. ولی نه، توحید یه بخش دیگه داره، اون نوریه که خدا تو دل آدم میندازه. اون باعث میشه که شما تو بحرانها آرامش داشته باشید. همین امروز میخوندم، به نظرم امروز داشتم میخوندم که وقتی خرمشهر فتح شد، ببخشید اشغال شد و عراقی اومدن خرمشهر رو گرفتن، حالا اولین نفری که میخواد بره به امام اینو بگه، امام خبر نداره. وقتی اومد پیش امام که امام میخواست الله اکبر نماز مغرب بگه، اون رفت جلو، بعد امام دید اینو، هنوز الله اکبر نبود. اینم از اشخاصی بودش که امام میدیدش میفهمید که خب خبر مهمی داره. الله اکبر رو نگفت و به این نگاه کرد، چیه خبرت چیه؟ گفت خرمشهر رو عراقی اشغال کرد. امام گفت خب جنگ دیگه، الله اکبر، الله اکبرشو گفت. و خیلی از این، مثلا اون موقعی که اولین بار شاید جماران و عراقی ها بمبارون کردن، قلب امام روی دستگاه نمایش بود. دکترها میدیدن قلب امام چطوری داره میزنه. ما یه بمبی و کنار اون بخوره که سکته میکنیم که، قلب نشون میده، اینا اضطراب نشون میده. اون دکترها میگفتن که ما مانیتوری که نگاه میکردیم اصلا یه ذره تکون نخورد. توحید وارد قلب شده، وارد قلب بشه همینطوری میشه، آرامش میاد. حالا میخوایم همینو بگیم، ما دنبال توحید قلبی هستیم، نه صرفا علمی. ما توحید علمی داریم میخونیم که این توحید علمیمونو قلبی کنیم، باور کنیم. فرق علم با ایمان اینه که علم دیگه وارد صفحه عقل شده ولی همونجا محبوس شده. ایمان چیه؟ علمه، ولی علمی که از عقل وارد قلب شده. اینا رو شاید قبلا گفتم دیگه، یادم رفته که چی گفتم چی نگفتم، یه بار دیگه تذکر میدم. ببین اگر این تو اینجا، حالا این محله ما هم که حالا تازگی ها یه سر و صدایی داریم، چه سال هاست که ما همسایه هم نداریم. حالا تازگی ها یه خورده همسایه پیدا شد. همین خونه ها خالی بود، شبا که میشه به شدت ترسناک میشد ساقه. حالا شما اینجا بیاید از همین چقدر تاریک، شب تنها، حالا یه مردم اینجا باشه، به ما بگن که شب مثلا بیا قرآن بخون تا صبح، همون اولش ما سکته میکنیم و ترس میترسیم واقعا. حالا ما خودمون شب جرئت نداریم بریم قبرستون، اما اگر یه نفر باشه مثلا چیه، یه شب، دو شب، سه شب، یا میبینی 50 شب پیش مرده خوابیده،
روز اول واقعا داشت سکته میکرده، ولی بعد از 50 شب دیگه مثلا نمیترسه، ترسش رفته دیگه بر اثر تکرار. اون دیگه اول علم داشت که مرده اندازه مورچه خطر نداره، ولی میترسی قد میکنی. بعد چی شد؟ بعد اون علم ایمان شد، دیگه من نمیترسم. ما دنبال همچین توحیدی هستیم وارد قلب بشه، همش که به مقدمه گذاشت. میفرماید توحید از کثرت به وحدت رفتن و جهات کثرت را در عین جمع مستهلک و مضمحل نمودن است. خب و این با برهان حاصل نیاید. این یعنی چی؟ الان خدمت عرض می‌کنم. جلوتر اینو باز توضیح میدیم که اصلا کلمه توحید یعنی چی. حالا شما مثلا ما میگیم که معنای لفظیشو میگیم که یکی شمردن خدا. خب یکی شمردن خدا یعنی چی؟ آن سه زمانی که نیستش که. یکی شمردن یعنی شما یه چیزی یکی نیست یکیش کنی. من الان میگم که این کولره داره مثلا به من سرما میده، خب کولر رو خاموش کنی گرما میاد، گرما منو اذیت میکنه، تشنم آب میخورم، همش داری چیکار میکنی؟ آثار رو، منشأش رو، مؤثرها. میفهمی چی میگم؟ سردم شد این کولر است، گرمم شد گرمای هوایی است. خب مثلا فرض کن که آب جوش اومد، این گازر روشن کردم دیگه، آب جوش اومد دیگه، من تمیز شدم، حمام رفتم دیگه. خب ما تو زندگیمون صبح تا شب همه آثار رو داریم چیکار میکنیم؟ نسبت میدیم به مؤثرهای فراوان. صبح تا شب میگیم 100,000 تا مؤثر، این باعث این شد، این باعث اون شد، این باعث این شد، این باعث اون شد. توحید یعنی اینا رو آروم آروم یکیش کن. بگو نه فقط خداست. این خداست که اراده کرده آتیش بسوزونه. یه موقعی خدا بخواد آتیش نمیسوزونه، مثل جریان حضرت ابراهیم. یا تو همین اواخر قرنهای اخیر هم اشخاصی بودن دست تو کوره میکرده، دست بدون ابزار دست میکرده تو کوره، آهن و آلات سرخ شده رو مثلا این برابر میکرد. یا فرض بکن که چاقو میبره دیگه، چاقو تیز بکنه نمیشه بهش دست زد، خطرناکه. خب اون چاقوی حضرت ابراهیم نبرید، هر کاری کرد نبرید. خدمتون شاید جلسه قبل عرض کردم، این امام داشتن رد می شدن، به مرحوم آیت الله بهاءالدینی گفته بودن که آیت الله بهاءالدینی پوستین پوشیده بود. گفتم اینو دیگه، پوستین پوشیده بود. چرا؟ گفت سرد دیگه. امام بهش گفت تو هنوز سردت میشه؟ بعد آقای بهاءالدینی میگفت وقتی امام اینو به من گفت، من دیگه سردم نشد. چرا سردم میشه؟ چون خدا میخواد. چرا گرمم میشه؟ چون خدا میخواد. ما اگر به اون توحید برسیم واقعا نتایجش خیلی ارزنده است، خیلی عالیه. تازه داریم میشیم خداپرست، هنوز که خداپرست نیستیم، تازه میخوایم خداپرست بشیم، بفهمیم خدا کیه. اگه بفهمیم خدا کیه، ببین چقدر اضطراب ها میره، چقدر نگرانی ها میره، چقدر استرس ها میره. توحید از کثرت رو به وحدت رفتن یعنی همینی که من گفتم. کثرت چیه؟ مؤثرهای گوناگون. وحدت چیه؟ این مؤثرها رو هی کمش کن، آخرش یکیش کن. و جهات کثرت را در عین جمع مستهلک. درسته شما میبینید که این مؤثرها واسطه شدن، خب ولی چیه؟ ولی در عین حال شما چیکار کن؟ بگو که همین مؤثرها پشتش خداست، اراده خدا خوابیده. و این معنا با برهان حاصل نیاید، یعنی علمی نیست، تو قلبت باید اینو باور بیاد.
برهان یعنی استدلال دیگه. من با استدلال ثابت کردم که الان من داره سردم میشه، کار خود میگه این کافی نیست، تو باید یه کار کنی که اینو قلب باور کنه. خب اون موقع که شما به شدت کم پول میشی، به پول نیاز داری، اما ناگهان میبینی که یه نفر واقعا از اسفناکی داره. شما چی میگی؟ میگی که خب من نمیتونم این پولو بدم به این، اگر من به این پولو بدم خودم پس چی؟ نه، ما میخوام به یه جایی برسیم بگیم آقا این پولو خدا به من داده، خدا منبع ثروته. خب اگر این پولو خدا به من داده چون میدونه من نیاز دارم، خب الانم دست من خالی باشه بدم به اون، باز میبینه من نیاز دارم، همون خداست، کم نمیکنه ازش، همون پولو میرسونه باز. حالا از این داستان زیاده باید، بلکه به ریاضات قلبیه. ریاضات قلبیه یعنی هی با خود تکرار کن صبح تا شب. ببین این جدولش اینطوریه، شما توی 10 تا مسئله مثلا، خب اینو به خودت بگو. مثلا بگو که من الان دستامو با صابون شستم، خب خدا خواست که با این صابون دستم پاک بشه. خب الان مثلا من ماسک زدم، هیچ کنم نزد، ماسک زدم، این خدا میخواد که هم مریض نشه. اگر خدا بخواد، اون روزای اول تو جلسه گفتم، اگر خدا بخواد این ویروس کرونا از این جای کلید، از اون سوراخ کلید قفل میاد منو مریض میکنه. شنیدین اینا رو؟ ما از این داستانا واقعا شنیدیم که زمانی که خیلی مردم حساس بودن، روزهای اول ترس خیلی داشتن دیگه، اشخاصی بودن که تو خونه، میگه از خونه ما بیرون نیومدیم اصلا، اما کرونا گرفت. تو این مدت از ترسشون تو خونه تکون نمیخورد. کرونا خدا بخواد میگیره آدم. حالا شما تو دل خطر برو. این جوانایی که تو جبهه بودن، این طرف میگه بابا اصلا من میدونم که اون تیری که باید به من بخوره الان کجاست. بچهای جنگ اونا واقعا دیگه اوج توحید بودن، نمیترسیدن. خدا بخواد میخوره، خدا بخواد نمیخوره. بلکه به ریاضات قلبیه و توجه غریزی به مالک القلوب. مالک القلوب یعنی صاحب اختیار دلها، یعنی خدا. باید به اون توجه کنی، این ریاضت ها رو هم داشته باشی، هی به خودت بگی، تلقین کنی این حقیقت رو که کارها توسط خداست. باید قلب را از آنچه برهان افاده نموده آگاه نمود. یعنی اون علم تو باید بکنی ایمان. منظور امام اینه، اون علم رو باید ایمان بکنی تا حقیقت توحید، نه فقط صرف توحید علمی، حقیقت توحید حاصل شود. یعنی هدف تربیتی قرآن، هدف تربیتی روایات اینه که توحید وارد قلب ما بشه. قله اهدافشون اینه که ما درک بکنیم قلبی، باورمون بیاد که هر کاری توسط اراده خدا انجام میشه. بعد اگر آدم این باورش بیاد، با توحید انقدر تو زندگیش معجزه میبینه که خدا میبینه. چون همش نگاهت علمی باشه، میگی که خب من مریض شدم باید برم دکتر، وای دکتر جواب رد به من داد، آخ من دیگه در حال مرگم، این دیگه قبل از اینکه تاریخ مرگش برسه میمیره. اما اگر واقعا آدم توحید داشته باشه، چی؟ دکتر جوابش بکنه، میگه خدا جوابم نکنه. اگر خدا بخواد آدم بدترین بیماری هایم داشته باشه، دست خداست. یه اشاره‌ای، فقط یه اشاره‌ای کار حل میکنه. مگه کم بودن از این دست افراد که بیماری های سنگینی داشتن، دکترها جوابشون کرد و
ولی بعداً خوب شدن. یه بنده خدایی مریض شده بود، بردنش دکتر معاینش کرد و گفتش که این ببردش دیگه این خونه. خب بیمار مال روستا بود، روستایی بود و اونا نمیفهمیدن که دکتر داره جواب ردشو میده که بابا این مرگش رسیده دیگه، ببردش تو خونه اونجا مثلا اقلا از نظر روانی آرامش داشته باشه. بعد اینا نمیفهمیدن دکتر داره میگه که برو خونه، ببریدش خونه اینو، یعنی که دیگه این کارش تمومه. هی به دکتر میگفتن که خب حالا ما ببریمش خونه بهش چی بدیم؟ مرتبم اینو میگفتن، یک بار دو بار. اینم دکترم هی می‌خواست یه جوری به اینا بفهمه که بابا این مریضتون مرد ببریدش خونه دیگه. دید نه اینا اصلا تو این باغا نیستن. گفت آقا ببرید خونه یونجه بهش بدید. با عصبانیت ها گفت ببرید خونه بهش یونجه بدید. اینا هم برداشتن بردنش اینو. یه مدت طولانی گذشت و دیدن که آره مریضا دوباره اومدن و این مریضی که قرار بمیره نمرده و اصلا این پوستش سبز شده از بس یونجه خورده بود. گفتن که آقای دکتر خیلی خیلی ممنون، این از بس از ما یونجه بهش دادیم حالش خوب شد. دکترم معاینه کرد نه حالش خوبه. این داستان به نظرم تو این داستان شگفت آقای دستقیب نوشته که خیلی عالیه. دکتر معاینه کرد مریض با یونجه خوب شد. ببین کار خدا رو. خب حالا این یه ذره بخونم. ممکن است انسان به برهان عقلی اثبات صانع تعالی یعنی خدا، صانع یعنی سازنده، اثبات صانع تعالی یعنی وجود خدا رو ثابت بکنه با همین استدلال. علم توحید اصول عقاید نیست، یادتون باشه این یه بخش کوچیک خیلی کوچیکه از علم توحیده. اصول عقاید فقط رفته سراغ مثلا اثبات وجود خدا. بعدش مثلا بعضی کتابا اثبات میکنی خدا عالمه. آقا این تو قرآن اینطوری اومده، توی قرآن اومده که خب خدا عالمه. حالا که خدا عالمه نتیجهش چی؟ این نتیجه تو اصول اعتقادی نمیاد. این نتیجه برای من مهمه تو زندگی. ببین خدا میدونه که نیازهای من چیه. اینا تو کتاب استدلالی نیست. خب اگه خدا عالمه اون دیگه میگه بسته دیگه، برو خدا ثابت شد، علم خدا هم ثابت شد. ما میخوایم بگی که نه، ببین علم خدا اینقدر گسترده است، الان خدا میدونه بدبختی من چیه. آره خدا علم به همه چی داره، پس الان میدونه من چه نیازهای شدیدی دارم، تو چه مشکلات سنگینی افتادم. خب دوم، خدا میدونه راه حل این مشکلات من چیه. آره. سوم، آیا خدا قدرت داره این مشکلات من حل کنه؟ اینا دید کتب استدلالی نمیاد. خب اینا باید بیاد تا من موحد بشم، تو اهل توحید بشم. توحید اصول اعتقادی به نظر من ضعفای بزرگی دارن و کاربردی نیستن. اینطوری باید بگم که واقعا کاربردی نیستن، فقط به درد بحث میخوره. شما برو مثلا با یه سنی بشین باهاش بحث، با این نفری که خدا رو قبول نداره مثلا باهاش بحث میخوام چیکار کنم؟ من اول خودم میخوام اهل توحید بشم، من میخوام کوه آرامش بشم. بعد میگی که خب حالا چیه؟ حالا من فهمیدم که خدا میتونه نیازهای منو برآورده بکنه. شاید میتونه اما نمیخواد از اون قدرتش استفاده کنه. باز ما میگیم نه خدا بخیل که نیستش، که انسان نیستش که بخیل باشه. بعد میگیم که خب بخیلم نیست، اما ممکنه که خدا مثلا نخواد به من رحم کنه. نه خدا که ما میگیم همش خدا رحیمه، خدا رحمانه، یعنی رحم کننده. رحمان و رحیم رحم کننده دیگه، هر دوتاش یعنی رحم کننده با یه فرق جزئی. خب ببین چه حسی با آدم دست میده. خدا نیازهای منو میدونه، قدرتم داره، الان جا میکنه. پس من برای چی نگران باشم؟ چرا استرس داشته باشم؟ چرا استرس داشته باشم؟ دل به خدا میبندم،
اگر دل به خدا بستی دیگه خدا میگه برای من زشته یه نفر دل به من ببنده ناامیدش کنم. بعد شما اینجا یه تو زندگی رو او آروم آروم زندگی من مثل که داره یک دیگه میچرخونه. طلبه باید به اینجا برسه، حس بکنه که زندگی مثل که دست من نیست، یه اتفاقاتی داره میفته این وسط. خب اینجا رو میشه علامت بزنیم که یادتون نره ما تا اینجا نخوندیم دیگه. از همین ممکن است انسان از اینجا به بعد بخونیم، از اینجا به بعد بخونیم جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.